سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوبین بچه‌ها؟ سلام به روی ما تک تکتون. مرسی، خدا قوت به شما. خب تک تک میبینم که دارید وارد میشید. خیلی خوش اومدید به لایو خودتون. قربون همتون من برم. سعی کردیم که لایو رو آن تایم شروع کنیم و یک ذره خوشوبش بکنیم تا بچه‌های دیگه به جمع اضافه بشن. صدا و تصویر خوبه یا نه؟ استرس نداشته باشیم. مصاحبه به خدا انقدر استرس نداره. تمام تیم مصاحبه گری که اونجا هستن مثل شما که دارید آماده میشید برای مصاحبه، براشون کلاس میذارن، بهشون میگن که بچه‌ها در شرایط استرس هستن، رعایت میکنن، جو رو براتون آروم میکنن تا شما بتونید. نکته اولی که وجود داره که دوست دارم همین الان بدونید اینه که باید صبور باشید برای اعلام نتایج نهایی مرکز یه مقداری روندش طولانی تر نسبت به کانون. بنابراین از الان خودتون رو آماده بکنید برای اینکه شما حداقل یه 7 الی 8 ماهی رو معطل بمونید برای اینکه نتایج نهاییتون اعلام بشه. پس صبور باید باشید. مراحلی که بود، بله چشم بهتون میگم بچه همه رو جواب میدم، اینکه مردودی هم داره یا نه رو هم بهتون میگم. بعد بگیم بله مردودی داره. همین چند وقت پیش یکی از شما به من پیام دادید و گفتید که مصاحبه سال اگر اشتباه نکنم 1400 رو رد شده بودن و فکر میکنم به دلیل این رد شدن که حالا چون چادر نداشته رد شده. یه خانم محترمی بود که من بهش گفتم نه، دلیل رد شدن شما این نیست که شما چادر نداشتید. حجاب متعارفه بچه ها. من خودم با حجاب متعارف و مانتو شلوار رفتم. بنابراین این درست نیست که اصلا اینجا افتاده هر کسی چادر نداشته باشه رد میشه. اصلا صحیح نیست. شما روز مصاحبه باید قوی ظاهر بشید. اینکه هر سوالی از شما بپرسن و شما سکوت بکنید و لبخند بزنید و هیچ جوابی ندید زیاد قشنگ نیست. خودتونم میدونید. خودتون یه لحظه بذارید جای کسی که داره از شما سوال میپرسه و هر سوالی که از شما بپرسن یا شما سوال بپرسید از طرف و او سکوت بکنه با لبخند جواب بده، خب منم باشم نمره خیلی خوبی نمیدم. مصاحبه شما نمره داره بچه ها و تراز داره. اینکه به شما اعلام نمیشه علتش رو نمیدونم، ولی زمان ما نمراتش میومد ترازش رو هم اعلام میکردم و جمع نمرات کتبی و شفاهی شما در واقع حوزه که باید فعالیت بکنی رو مشخص میکنه. حالا تراز بعضی ها خیلی خوب میشه تراز شفاهیشون و اون نمره تراز کتبی پایین رو جبران میکنه. پس کسایی که نمره کتبی خیلی خوبی ندارن سعی کنن روز مصاحبه خوب حاضر بشن. در مورد بارگذاری و ارسال مدارک سوال کردید. 4 تا 14 اسفند ماه مهلت به شما دادن که شما مدارکتون رو بارگذاری بکنید. چه مدارکی لازمه؟ بچه‌ها تاییدیه تحصیلی لازمه، گواهی عدم سوء پیشینه لازمه و اینها لینک هاش رو ما در هایلایت مصاحبه سابقا قرار دادیم. میتونید ببینید اون هایلایت رو و از اون قسمت تاییدیه تحصیلیتون، گواهی عدم سوء پیشینتون رو دریافت بکنید. کارت ملی هم فکر میکنم لازمه و خدمتتون عرض بکنم یه هزینه هم داره ثبت نام شما. هزینه سال قبل، یعنی 2 سال قبل منظورمه، 1,000,000 تومان بوده. سال قبلش که پارسال بوده 2,000,000 تومان شد. حالا امسال شاید 3,000,000 تومان باشه، شاید هم همون 2,000,000 همچنان باشه. بنابراین اینم از هزینه ثبت نام شما
که این مقدار رو باید زمان ثبت نام پرداخت داشته باشید. یه نفر گفت مصاحبه فرمالیته است. به نظر شما این همه دارن هزینه میکنن و توی سایر استان‌ها این همه به قول ارسطو دم و تشکیلات دارن میذارن، فرمالیته است؟ حالا این جوابش با خودتون که آیا فرمالیته هست یا نه. تاییدیه تحصیلی دوران لیسانس بچه‌ها، دیپلم مهم نیست، لیسانستون هم حتما باید حقوق باشه و کسایی که مدرکشون هم حاضر نیست میتونن گواهی موقتی که دانشگاه بهشون داده اون رو بارگذاری بکنن. یک مهلتی به شما داده میشه برای اینکه اصل مدرک رو حاضر بکنید و روز مصاحبه هم مجدد اصل مدارک رو میخوام باید همراه خودتون ببرید. البته استان‌ها متفاوت هستن، ممکنه بعض از استان‌ها بعد از مصاحبه و اون ثبت نامی که درون خود مرکز انجام میشه و باز اونجا باید مدارک ببرید، اون قسمت مدارک رو در واقع تحویل بدید و اصل باید باشه. یه ذره صبوری بکنید، من به همه سوالات جواب میدم بچه‌ها، به همه سوالاتتون جواب میدم. این سوالاتی که دارید میپرسید همه توی باکس بوده و ریز نمرات تاییدیه لازمه. اگه مدارک رو دارید مدرک اصلی رو بارگذاری بکنید. تاییدیه تحصیلی میخوان، نه تاییدیه ریز نمرات، اسمش کاملا مشخصه. روخانی قرآن داره؟ بله، البته شهر به شهر متفاوته. بعضی از شهرها سوال نکردن روخانی قرآن رو، ولی بعضی برای خود من بود، گفت فلان صفحه از قرآن رو باز بکن شروع کن به خوندن. حالا من هر چی میخوندم جلوتر که میرفتم یه صفحه کامل من خوندم و همش منتظر بودم که به من بگه کافیه، نمیخواد بخونی، مثلا نیم خط، حالا 2 خط، ولی من یه صفحه کامل رو قرآن رو روخانی کردم براشون و باید تا جایی که ایشون میگم روخانی رو انجام بدید. حالا آداب خود قرآن گرفتن به دست هم رو باید رعایت بکنید که تمام اینها رو در کلاس مصاحبه توضیح دادیم. بریم سراغ سوالات علمی. دقیقاً بگم 1-2 ساعته که دایرکت پر شده از این که آیا سوالات علمی هم جز روز مصاحبه از ما میپرسن یا نه اصلا به شایعات توجه نکنید. فلان استاد گفته فلان پارسال بوده جز سوالات، پارسال احتمالاً اون بنده خدایی که داره میگه جز سوالات بوده سوالات روانشناسی رو اشتباه گرفته با سوالات علمی و از ایشون سوالات روانشناسی سوال پرسیده شده. مثلا شما رو در بله نوشتم تهران پارسال روخانی قرآن نداشت، عرض کردم شهر به شهر متفاوته، برای بعضی ها میپرسن برای بعضی ها ممکنه که نپرسن. بستگی به مصاحبه گرتون داره بچه ها که چی مد نظرشه و آیا دوست داره ازتون اون روز بپرسه یا نه. خب داشتم خدمتتون عرض میکردم که اون سوالاتی که از ایشون پرسیده شده و فکر کردن سوالات علمی هست همچین چیزی نیست، اون در دسته سوالات روانشناسی قرار میگیره. مثلا به شما میگن که وقت چه میدونم دادرسی دارید، یه تصادفی میکنید ممکنه دیر برسید، چه کار میکنید؟ یا اینکه مثلا سوال میکنن ازشون که موکل اگر بیاد پیش شما و هیچ مدرکی نداشته باشه آیا پروندهش رو قبول میکنید یا خیر؟ و از این دست سوالات میپرسن بچه. اینا سوالات روانشناسی هستش. سوالات روز مصاحبه شما بارها خدمتتون عرض کردم احکام هست که باید تسلط داشته باشید روی مباحث احکام. دوم مسائل روز و مسائل سیاسی است که باید از پلتفرم های داخلی یا رسانه ملی خودمون اخبار رو پیگیری بکنید. این چند روز باید گوش شنوا داشته باشید و هر روز به نظر من اخبار رو گوش بدید. یکی از سوالات من این بود آخرین خبری که شنیدید چی بود؟ خب شما به عنوان یک وکیل باید به روز باشید دیگه، که یه خبری بود حالا اون موقع خیلی زیاد بود و دهن به دهن میچرخید، من اونو گفتم خب بیشتر توضیح بده. میخواد ببینه که
آیا واقعا شما فقط از دهن این و اون شنیدید یا نه واقعا اخبار رو گوش میکنید و میدونید که واقعا چه اتفاقی افتاده؟ بنابراین این چند وقتی که تا مصاحبه دارید حتما اخبار رو روزانه پیگیر بشید. عرض کردم رسانه ملی حتما اخبار ساعت 2 ساعت 9 شب ساعت 10 شب ماشاءالله اخبار هر چند ساعت یه بار پخش میشه و شما نگرانی از این باب ندارید. دوم، در نماز جماعت شرکت بکنید. ممکنه روحانی محل رو بپرسن که اسم روحانی محلتون چیه و اینکه بپرسن چطور نماز جمعه یا نماز جماعت برگزار میشه. اینا جز احکام حسالات احکامه و شما باید خدمت عرض بکنم اشراف داشته باشید. در مورد پک مصاحبه لطفاً دایرکت پیام بدید، براتون ارسال میشه. روز مصاحبه نه سوالات علمی نیست، این رو در واقع بهتون قول میدم. شما چند سال پیش مصاحبه شرکت کردی؟ بله، قبل از قانون تسهیل سوالات علمی بوده. من خودم مال قبل از قانون تسهیل هستم، از منم سوالات علمی شد. ولی بعد از قانون تسهیل دیگه مصاحبه علمی نداریم بچه‌ها. سوالات علمی بهتون قول میدم که بورسیه نمیشه، فقط احکام، مسائل روز و سوالات روانشناسی که هر مصاحبه هم بین 10 تا 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. توی اتاق مشخصی خواهید رفت و از شما سوال میپرسن. خب در مورد ترازم بهتون میگم، یه ذره صبر بکنید. چشم. انتقال حوزم بهتون توضیح میدم. چادر رو هم ببینید، گفتم دیگه حجاب متعارف. اگر مانتو شلواری هستید خب همون مانتو شلوار، مانتوی بلند اداری، چادری هستید همون چادر. اینا تحقیقات میان، اینطوری نیست که تو روز مصاحبه با چادر بری ولی تو محل با مانتو شلوار باشی و اینا همه در تماس میگیرن به دوستتون، از همسایه‌ها تحقیق میکنن و اگر شما خب واقعا زشته دیگه، یه جوری انگار سر طرف میخوای کلا بذاری، تو مانتو شلواری هستی با چادر میری مصاحبه، قشنگ نیست. هر چیزی که هستید متعارف آرایش نکنید، خانوما مخصوصا. حالا بعضیا آرایش دائم دارن، ایرادی نداره، ولی دیگه مصاحبه دارید میرید، نمیرید مهمونی، نمیرید عروسی. یه چیزی متعارف حد معمول رو داشته باشید، انقدر سخت نیست، نگران نباشید. خب در مورد معرفا میخواستم بگم بهتون بچه، در مورد معرفا هم سوال کردید. خدمتتون عرض بکنم که معرف 3 تا دوست رو از شما میخوان، هم کلاسی و هیچ وقت منظورشون این نیست که اعضای خانواده رو بنویسید، چون اعضای خانواده شما در یک فرمی جدا مشخصاتشون گرفته میشه. بنابراین خدمتتون عرض بکنم که نه، از حسود محله سوال نمی کنن، از شخص موجهه که شما اصلا فکرشو نمی کنید سوال میکنن، از هر کسی تحقیق نمی کنن. من تحقیقاتم خیلی جالب بود، برای من نه به معرفام زنگ زدن نه حضوری اومدن محل، تلفنی از یکی از فامیلای خیلی دورمون که بسیار فرد موجهی هست و بسیار جایگاه اجتماعی مهمی داره از ایشون سوال کردن. شما هم همین، از چه میدونم حسود محله به قول شما سوال نمیکنن، نگران نباشید. و اون معرفایی هم که خودتون معرفی میکنید ممکنه به اونا هم تماس بگیرن، ممکنه تماس نگیرن، ممکنه که طریقشون حضوری باشه، ممکنه طریقشون تلفنی باشه و بستگی داره که چه اشخاصی با چه تیپی و چه علایقی برای تحقیقات شما بیان. تتو ابرو و چشمم که گفتم بچه اشکالی نداره دیگه،
شمارهاشون از کجا میارن؟ انقدر تحقیقشون قویه که میارن شمارهاشون رو دم دست دارن و خیلی راحت. من برادرم خدمتتون عرض بکنم شرکت دانش بنیان داره و برای کارش مدام سفر خارجی میره و از ایشون پرسیدم چرا برادرش مثلا این همه سفر خارجی رفته یا میره، که گفته بودم برای کارش ایجاب میکنه همه چی رو در میارن. این که شما چه حتی اگر تو مسائل سیاسی خیلی ریز هستن، حساس هستن، بعضی به حال یه مشکلی پیش اومده بود چند سال پیش و اظهار نظر کرده باشید یا یک زندانی کوتاه از این باب داشته باشید، زیاد فکر نمی کنم از این مرحله قصه در برید. ولی خب حواستون باشه چت ها و کامنت ها نه چک نمیشه بچه ها. شما خیلی زیادین، چند هزار نفر به حال قبول شدین، تک به تک نمیان چک بکنن، اگر هم چک بکنن به صورت رندوم هست. بنابراین نگران اون چت ها و وایس هاتون نباشین. بله عدم سوء پیشینه رو میتونید و باید از سایت علیرام بگیرید، 1-2 ساعت هم جوابش میاد، زیاد طول نمیکشه. زیاد عجله نکنید برای تاییدیه گرفتن. تاییدیه‌تون نهایت تحصیلی رو حالا زمان ما نبود ولی عدم سوء پیشینه بود و برای من 1-2 ساعته اومد. تحصیل رو نمیدونم چقدر تایم میبره ولی اینم سایتیه و نهایت بخواد 1 روز از شما تایم ببره. اگر دعوت بشید باز به مصاحبه دعوت میشیم اگر رد بشیم. ببینید بچه ها، شما زمانی که مصاحبه انجام میدید صداهاتون رو میشنون از تهران یا به اصطلاح ناظر دارن، صدای شما ضبط میشه و شنیده میشه در هر شهری که هستید و اگر اعتراض بکنید شاید دعوت به مصاحبه بکنید. یکی از دوستای من دعوت به مصاحبه مجدد شده بود زمان ما، یعنی مصاحبه زیاد خوب نبود و دوباره دعوت به مصاحبه زده بودم براش، دعوت شده بود و مجدد رد شد. حالا خیلی خراب نمی‌کنن بچه‌ها، معمولا دیگه الان همه زرنگ شدن، میدونن که چی بخونن، چطور حاضر بشن. پک خودمونم که تهیه کرده باشین اصلا نباید نگران باشین، چون خارج از این پک بهتون قول میدم سوال نمیاد و با اطمینان کامل سر مصاحبه حاضر میشید. خب چند تا سوال پرسیده بودید شما در مورد تعیین حوزه و انتقالی. اگه ترازتون خیلی بچه ها پایینه و تقریبا جز آخرین نفرات هستید، شفاهی رو باید خیلی خوب بدید، یعنی با آمادگی خیلی خوب باید برید مصاحبه و شرکت بکنید. حالا اگر شما در واقع مصاحبتون هم زیاد ترازش خوب نشد، حالا اون شهری که دوست نداشتید قبول شدید، اشکالی نداره، برید بعد از اینکه پروانه کارآموزی شما صادر شد میتونید انتقال در واقع توی تغییر حوزه یا انتقالی شرکت بکنید. دوباره شما آزمون میدید ولی دیگه مصاحبه ندارید، آزمون میدید. اون شهری که حالا آخرین نفری که اون تراز اون شهر رو آورده، اگر شما هم آورده باشید، در واقع تغییر حوزه‌تون انجام میشه. پس نگرانی از این باب نداشته باشید و در دوران کارآموزی هم میتونید به تبعیت شغل همسر که نمیدونم فکر میکنم 5 سال بیم از 3 سال بیم از، به هر حال آیین‌نامه رو باید مطالعه بکنید. شرط انتقالی موقتتون درج شده، میتونید انتقالی موقت بگیرید و دوران کارآموزی رو در اون شهری که همسرتون مشغول به کار هست سپری بکنید. حالا یه نکته دیگه هم که هست، شما 1 روز در هفته بیشتر لازم نیست برید دادگاه و نگران نباشید، اون 1 روز رو دیگه آدم هر جوری هست خودش رو میرسونه. و در مورد امضاءات و گزارش نویسی هم که خودتون میتونید برسونید. بنابراین توی دوران کارآموزی که 18 ماه هم هست یا حالا نهایت 2 ساله و بعد از اون دوران شما باید آزمون در واقع اختبار رو بعدش بدید. بعد از دوران کارآموزی شما میتونید آزمون تغییر حوزه رو هم شرکت بکنید
و در واقع پایه کتون بر اساس اون حوزه جدید پروانش صادر میشه و هیچ نگرانی از این باب نداشته باشید. بچه بازرسی بدنی ندارید. مدت کارآموزم 18 ماه مثل کانونه. حالا بعضی 2 ساله، من بعد از 2 سال اختبارم رو دادم. بعضی آماده هستن، گزارشاتشون آماده است، 18 ماهه میتونن بعد از 18 ماه در واقع اختبار رو شرکت بکنن. اینم از شرایط انتقالی و تغییر حوزه شما. سوال پرسیدید که شغل قبلیمو کی باید استعفا بدم و وکیل سرپرست آیا باید خانوم باشه یا نه؟ بچه ها زمانی که برای شما میخوان پروانه کارآموزی رو صادر بکنن، شما باید از شغل قبلی استعفا بدید و بهتون مهلت میدن. مثلا میگن خانم و آقای فلانی قراره مثلا این هفته چه میدونم پروانه کارآموزی شما صادر بشه، از شغل قبلیتون استعفا بدید و استعفا نامتون رو بیارید. برای من الان زوده که بخواید استعفا بدید. فعلا همچنان سر شغل قبلیتون باشید، مسابقه شرکت بکنید، نتایج نهایی که اومد اون زمانی که بخوان براتون پروانه کارآموزی رو صادر بکنن اون زمان باید استعفا بدید و بهتون بازم مهلت میدن. وکیل سرپرست باید خانم باشه؟ بله، وکیل سرپرست شما در مرکز باید خانم باشه. خانم ها خانم رو باید انتخاب کنن، آقایون آقا رو باید انتخاب بکنن، مگر اینکه از محارمتون باشن. مثلا پدر بنده وکیله، میتونم به عنوان وکیل سرپرست پدرم رو معرفی بکنم. برادرم وکیله، میتونم به عنوان وکیل سرپرست برادرم رو معرفی بکنم چون از محارم من هستن. اما اگر محارم نیستن، این توی مرکز بچه کانون هیچ منعی نداره. از وکلای کانون میتونم استفاده بکنم. بعضی از کانون ها این اجازه رو میدن ولی بعضی از کانون ها نه، این اجازه رو نمیدن، بستگی به کانونتون داره. اینم از وکیل سرپرست. خب دوران کارآموزی شما سمینار هم دارید. یک کنفرانسی هست که انشاءالله بعد از این که پروانه کارآموزیتون صادر شد نزدیک اختبارتون شما سمینار بدید و 2 یا 3 تا از اساتید اونجا هستن، سمینارتون رو گوش میدن. حالت کنفرانسیه که در دوران دانشگاه انجام میدادید هستش، زیاد ترس نداره و حتما هم باید انجام بشه این کنفرانس بچه ها. بعضیتون گفتین که بعد از دوران کارآموزی میتونیم کانون رو شرکت بکنیم. خب چه کاریه؟ یا کانون یا مرکز رو انتخاب بکنید و یکیش رو ادامه بدید. چرا؟ چون بعد از اینکه این کار اشتباهه، شما کارآموزی کانون مرکزتون تموم میشه، بعد میگین که خب من کانونم شرکت بکنم، باز از نو باید این 1.5 سال کارآموزیتون تموم بشه بچه ها برای کانون هم. و ضمن این که شما یک پروانه داشته باشید دیگه نمیتونی در واقع پروانه یک ارگان دیگه هم داشته باشید. یه دونش دیگه تصمیم خودتون رو بگیرید. اگر مرکز براتون مشکلی نداره از لحاظ ذهنی، چون بعضی میگن همچنان اون ذهنیت توی فکرشون هست که کانون بهتر از مرکزه یا مرکز بهتر از کانونه برعکسش، ولی به نظر من هیچ فرقی نداره. مهم کار شماست. مهم اینه که ببینید زمانی که ما میرفتیم کارآموزی از مدیر دفتر میپرسیدیم که کدوم وکیل بهتره، اسم چند تا وکیل رو ردیف میگن. این وکیل خوبه، رأی میگیره، این وکیل خیلی خوبه، حتما تو جلسات شرکت بکن. یه قلقم بهتون بگم، اون روز که میرید ان شاءالله برای کارآموزیتون بپرسید که چه وکیلی، چه روزی، چه ساعتی در واقع وقتی رسیدگی داره شرکت بکنی، شیوه دفاعش رو ببینید چطور دفاع میکنه، شیوه صحبت کردنش با قاضی، با موکل، رفتاراش، اینا همه تجربه میشه. بنابراین اصلا نمیگفتن که وکیل کانون یا مرکزه. خیلی جالب بود برای من.
میگفتم که من ازش سوال میکردم کدوم وکیل تو حوزه مثلا کیفری خوبه، 10 تا اسم رو برای من میآوردن، 6 تا اسم برای من میآوردن و میگفتم فقط اینا عالی هستن. بعد من خودم میپرسم وکیل کانون یا مرکزن، که یکم فکر میکنیم مثلا مرکز باشه، فکر میکنیم کانون باشه. پس زیاد خودتون درگیر این نکنید که کانون یا مرکز، برید و با قوی مسلط روی کارتون شروع بکنید، یه وکیل خوبی بشید. مهم اینه. اختبارم یکی از بچه ها پرسید چه صیغه مگه مرکز وکلا هم اختبار داره؟ بله، اختبار پایان کارآموزی اختبار شما دارید و از شما سوالات مدنی، آینه دادرسی مدنی، تجارت، کیفری، جزا، امور حسبی پرسیده میشه، چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی. اول از شما آزمون کتبی میگیرن، نمره داره، بعد هم از شما آزمون شفاهی میگیرن، باز هم نمره داره. جمع اینها نمره اختبارتون مشخص میشه و منم که اختبارم دیدید رتبه‌ام شد 3. انشاءالله که برای شما هم بهترین ها اتفاق بیفته و اختبارتون رو به خوبی سپری کنید. بعد از اختبارم میشه تغییر حوزه داد؟ بله. مهم اینه که اون پروانه صادر شده باشه، بعد از اون شما میتونید تغییر حوزه رو در مرکز شرکت بکنید. در مورد مصاحبه و سوالاتش بیشتر صحبت بکنیم. خب ببینید بچه ها، اول اینکه مصاحبه زیاد ترس نداره. گفتم اول لایو شما اگر مسلط باشید روی سوالات احکام، روی سوالات مسائل روز، قانون اساسی، وظایف مثلا رهبری رو سوال میکنن، چه میدونم سوالات روانشناسی از شما سوال میکنن. یکی از سوالاتی که الان توی ذهنم اومد که پارسال هم خیلی سوال پرسیده بودن و جز سوالات بود در درس برای روانشناسی، میخواستم ببینم شما چقدر شرایط کنترل میکنید و عذرخواهی میکنم من هنوز حالم زیاد مساعد نیست، ولی چون بهتون قول داده بودم که لایو رو برگزار بکنیم، رأس ساعت سعی کردم برگزار بکنیم و 3 دقیقه دیگه لایو رو تمام میکنم. سوالات آخرم براتون بپرسم. سفر خارجی بعد از سفر زیارتی هستن، بعد سفرهای کاری هستن، نه اصلا مشکلی نداره. نماز جمعه و برای خوندن مسجد محل برید. خب در مورد مصاحبه من اینو توضیح بدم. اگر یک سوالی که پارسال پرسیدن از بچه ها این بود که یه شخصی، یکی از همسایه‌ها میاد بهتون تهمت میزنه و با صدای بلند، همه همسایه‌ها میان بیرون، شما چه عکس‌العملی نشون میدید، چیکار میکنید؟ و بچه‌ها واقعا این بحث کنترل کردن استرس، کنترل کردن عصبانیت برای یک وکیل واقعا مهمه. از پس این سال میخوام ببینم که شما چقدر کنترل میکنی شرایط رو، چقدر شما استرس و اون عصبانیت تو کنترل میکنی، که جوابش خیلی آسونه. به حال از راه قانونی پیگیری میکنیم، زنگ میزنیم 110 بیاد، بگم آروم میکنیم محیط رو. تهمت اسمش مشخصه، داره تهمت میزنه، واقعی که نیست. چرا من باید مثلا خیلی عصبانی بشم؟ شاید عصبانی بشیم در اون لحظه، ولی سعی میکنیم که کنترل بکنیم عصبانیتمون رو. اینکه شما بگید که من اصلا عصبانی نمیشم زیاد درست نیست، چون همه ما آدم هستیم، انسان هستیم و ممکنه که عصبانی بشیم تو اون شرایط قرار بگیریم، ولی سعی میکنیم که کنترل بکنیم. عصبانیت انقدری نیست که من از کنترل خارج بشم، منم شروع کنم به فحاشی کردن، منم شروع کنم به تهمت زدن. نه، همچین کاری رو انجام نمیدم. تمام این ریز نکات بچه‌ها تو کلاس مصاحبه، تو پک مصاحبهمون توضیح دادیم. یه چیزی هولوش 1 تا 1.5 ساعت صوت روانشناسی هست که مو به مو صحبت کردیم در موردش. اگر اون پک رو تهیه کرده باشید دیگه هر سوالی که بپرسن ازتون رو میتونید جواب بدید. خب دوستان، در مورد چک کردن اکانت ها، نحوه پوشش افرادی که انتخاب میکنن برای تحقیق، اول لایف چیزی نگفتن، چرا دیگه گفتیم. گفتیم اکانت ها رو چک نمیکنن، اگر چک بکنن رندوم هست
لطفاً حجاب متعارف رو توی اکانتاتون داشته باشین و چیز بی ربط و سیاسی هم صحبت نکنید. خب 5 تا سوال دیگه جواب بدم بعد از خدمتتون مرخص میشم. چطور پک روانشناسی تهیه بکنید؟ بچه‌ها پک مصاحبهمون یک جزوه احکام داره و مسائل سیاسی تقریبا اون سوالاتی که سال پیش شده رو جواب دادیم و پک و مصاحبه و روانشناسی رو داره. میتونید دایرکت پیام بدید و ثبت نامتون رو انجام بدید. دایرکت پیام بدید برای ثبت نام. راجع به عضو بسیج بودن، خب خوبه دیگه، عضو بسیج باشی خوبه دیگه، چی بگم. حقوق داره دوره کارآموزی؟ نخیر، خود شما باید بدوی دنبال پول، ایشالا یه چیزی دستتون میگیره، باید تلاش بکنی. کسی بهت حقوق نمیده، وکالت کارمند دولت نیست. در مورد آزمایش عدم اعتیاد بچه‌ها، اینکه شما اول مصاحبه میرید بعد آزمایش عدم اعتیاد و بعدش تحقیقات همچین چیزی نیست. ممکنه که این مراحل در هم باشه، یعنی همزمان بریم مصاحبه، همزمان تحقیق انجام بشه، قبل از مصاحبه تحقیق انجام بشه، قبل از تعیین حوزه شما بفرستن آزمایش عدم اعتیاد، یا مثل من بعد از اینکه پروانه‌تون صادر شد بفرستن شما رو آزمایش عدم اعتیاد. خب نباید دارو مصرف کرده باشید شب قبلش و دقیقاً مثلا اگر قرار باشه فردا شما برید آزمایش عدم اعتیاد برید، براتون توی پنل کاربریتون و اسمسش میاد، یه پیامی دارید چک بکنید، اسمسش اینطوریه و شما داخل سایت میرید. بعد از اینکه حالا برای همینه که میگن ثبت نامتون رو انجام بدید، برای که هر کدوم از شما یه پنل کاربری براش ایجاد بشه و دیگه پیامو اونجا براتون بیاد. پیام میاد که فردا برید پزشکی قانونی استانتون برای آزمایش عدم اعتیاد که شما نباید مصرف دارویی داشته باشید. من خودم یادم رفته بود، یعنی پیامش رو دیده بودم ولی از سردرد خیلی شدید گرفتم، قرص مسکن خوردم، ولی برید رفتم و اونجا به مسئولش گفتم من فراموش کردم این قرص رو خوردم، قرص هم بهش نشون دادم، گفت اوکی اشکالی نداره که آزمایشم منفی شد. یعنی آزمایش رو باید سر تایمش برید. کارمند رسمی دولتن کی باید استعفا بدن؟ زمانی که پروانه‌تون داره صادر میشه. این رو بر هر قرص و دارویی مصرف میکنید باید به مسئولش بگید. بچه ها تراز این که شما کدوم شهر میافتید رو منم نمیدونم، تراز هر شهری متفاوته. بچه ها شما باید و حتما مصاحبه خوبی رو سپری بکنید، جمع کتبی شفاهی و نهایتا اون شهری که دوست نداشتی اگر افتادی انتقالیه که خدمتتون عرض کردم با امتحان و آزمون انجام میدیم. چطور ممکنه مصاحبه کسی رو رد بکنم؟ منم نمیدونم ولی رد میکنن. اگر خوب باشه که رد نمیکنن. بچه هایی که چند سال پیش و پارسال رفتن بعضیاشون گفتن ما رد شدیم، من اینو نمیدونم. حالا ممکنه استعلاماتشون بد در اومده باشه، ممکنه روز مصاحبه خراب کرده باشن، منم دقیقا نمیدونم، ولی شما قوی ظاهر بشید. زمان مصاحبه حدوداً کیه؟ زمانی که شما بارگذاری مدارکتون رو انجام بدید، همون 4 تا 14 اسفند. انتهاش برای شما ماه میزنن، مثلا میگن تاریخ احراز صلاحیت‌های عمومی مثلا خرداده، مثلا که میدونم اردیبهشته. به نظر من بعد از عید دیگه، قبل از عید مصاحبه نمیذارن. وکیل سرپرست رو خودتون مشخص میکنید، مرکز مشخص نمیکنه. مصاحبه به زبان فارسیه، بله. رزومه تاثیر داره، بی تاثیر هم نیست. حتما اگر مثلا بچه‌ها بعضی هستن تو کلاس گویندگی شرکت میکنن، بعضی هستن دوره های مثلا قرارداد نویسی رو رفتن شرکت کردن، اینها رو توی روزی که حالا بارگذاری مدارکتون هست رو ازتون میخوان و اگر دارید حتما بارگذاری بکنید. سوالات احکام کلی میپرسن، جزئی نیست. تحقیقات محلی اذیت نمیکنن، از افراد موجه میپرسن، نگران نباشید، اونا میدونن چند ساله که کارشون اینه.
استرس نگیرید، تو رو خدا استرس نداشته باشید. این مرحله هم رد میشه و بعدم بهش میخندید که چقدر استرس داشتم. تودی پروانه. بچه ها بعضی قبول وقتی میشن پروانهشون رو تودی میکنن، یعنی نمیخوان فعالیت بکنن. بعد از صدور پروانه شما پروانه‌تون تودی میکنید، نزد مرکزتون میمونه و شما فقط کار تمدیدش رو سالانه انجام میدید. نمیخواد پرونده قبول کنه، چه میدونم بچه کوچیک داره، چه میدونم کاری داره نمیرسه. بعضی پروانهشون رو تودی میکنن، میتونید هم تودی نکنید. خواهش میکنم انشالله که جواب همه سوالاتتون رو گرفته باشید. خیلی خوشحال شدم که شرکت کردید در لایو. اگر نت یاری بکنه من ذخیره میکنم لایو که دوستانی که نتونستن شرکت بکنن ببینن، ولی معمولا نت در واقع یاری نمیکنه. طلاق تأثیری نداره، نگران نباشید. نه بچه ها، به تبعیت از همسر شما نمیتونید جای دیگه ای دفتر بزنید. شما قبول شدی حوزه تهران باید دفتر بزنید. من گرگان باید دفتر بزنم. نمیتونم من برم تهران دفتر بزنم چون حوزه قبولی من گرگانه، ولی میتونم تهران فعالیت بکنم. پرونده‌ای برام میاد که باید تهران کارش انجام بدم، خب اشکال نداره، ولی دفتر من باید گرگان باشه چون من قبولی گرگانم. امیدوارم که بچه بس دیگه خسته شدم، میخوام برم. جواباتون رو میخواید یه باکس میذارم، فردا یه باکس میذارم. اگر جواب سوالتون رو نگرفتید تو این لایو اونجا بپرسید، فردا همه رو جواب میدم. از خدمتتون مرخص بشم با اجازه شما. امیدوارم که آماده بشید برای مصاحبه و سرسری یادش نکنید. شبتون بخیر بچه ها. خدا نگهدار. اگر بشه لایو ذخیره میکنم. چشم.